سلام رفقا، خیلی مخلصم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدم در رابطه با یه بازیگری صحبت کنم که هممون همه جوره دوستش داریم. گلشیفته فراهانی یا رهاورد فراهانی که توی تمام عرصه‌ام هنرمنده واقعا، حتی موسیقی. فقط قبل از اینکه بخواید این ویدیو رو ببینید حتما سابسکرایب کنید، یادتون نره که کامنت هم برامون بذارید و این ویدیو رو برای دوستاتونم بفرستید. خیلی مخلصم. اون زنگوله رو هم روشن بذارید. راستی یه چیزی هم بهتون بگم که بیوگرافی امروز خیلی فرق داره، چون خیلی به جزئیات زندگی گلشیفته پرداختیم. دم همتون گرم. بزنید بریم. رهاورد فراهانی یا همون گلشیفته خودمون متولد تیر ماه سال 1362 توی تهرانه. پدرش بهزاد فراهانیه و مادرش هم فهیمه رحیمی نیا که هر دوتا بازیگر هستن. گلی یه خواهر داره به اسم شقایق که هممون میدونیم که بازیگره. یه برادرم داره به اسم آذرخش که نقاشه. کلا توی یه خانواده هنرمند چشمان خود رو به جهان گشوده و بازیگری انگار یه جورایی توی خونشه. البته این خانواده یه فرزند خوندم داره که فکر میکنم خیلیاتون نمیدونستین، چون من خودم به شخصا نمیدونستم. اردشیر رستمی که ایشون هم آرتیست و خیلی همون ویدیوهاشو این ور اونور زیاد دیدیم. گلشیفته فعالیت حرفه‌ای خودش رو از سال 76 با فیلم درخت گلابی شروع کرد که برنده جایزه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن فجرم شد. و جالب اینجاست که دستمزدی که واسه این فیلم گرفته به اندازه خرید یه ضبط صوت بوده. خنده داره. همچنین گلی برای فیلم اشک سرما نامزد دریافت همین جایزه و برنده تندیس زرین جشن خانه سینما هم شده و برای فیلم بوتیک هم جایزه بهترین بازیگر زن رو از جشنواره سقاره گرفته. یه جورایی کارنامه کاری خودش رو خیلی درخشان شروع کرده. دمش گرم. با اینکه گلشیفته اون زمان بلیت وین توی دستاش بوده، تصمیم گرفته که خب بقیه عمرش رو صرف سینما کنه. میدونید دیگه این دختر هنرمند علاوه بر این که بازیگر خیلی خوبیه، نوازنده و خواننده خیلی خوبی هم هست و با محسن نامجو، علی عظیمی و گروه کولدپلی همکاری کرده. علاوه بر این تنهایی هم یه سری ترک‌های منتشر کرده که به قول معروف از هر انگشتش یه هنر میریزه. این قسمتشو بچه‌ها یکم شک دارم. اگر شما میدونید حتما برامون کامنت کنید. اما گلشیفته سال 82 با امین محمد مهدوی توی جریان فیلم بابا عزیز آشنا شده و ازدواج کرده. همسرش هم مثل خودش به چند تا زبون زنده دنیا مسلط بوده، اما این ازدواج تا سال 91 بیشتر طول نکشیده و بعدش طلاق گرفتن. بعد از اون گلی توی سال 93 مثل اینکه با کریستوس دورج باکر ازدواج کرده و یه روانشناس ایتالیاییه. اما خب این ازدواج هم به طلاق ختم شده. اگر شما اینو میدونید و فکر میکنید صحت داره حتما برامون کامنت کنید. آخرین فیلمی هم که توی ایران بازی کرده درباره الی بوده که خب من خودم به شخصه خیلی دوستش دارم. آره نون مشتی. شیفته 6 ماه دیگه این فیلم رو میبینی های گریه میکنی، بعد وقتی نمیتونی بیای ایران. و جوایز خیلی زیادی هم برده. بعد از بازی توی این فیلم سال 87 خبر ممنوع خروجی گلشیفته از ایران به دنبال ایفای نقش توی یه فیلم هالیوودی اعلام شده. این وسط باید براتون پرانتز باز کنم که در واقع بگم که این فیلم اسمش یه مش دروغ بود و اولین فیلم خارجی گلی بودش و توی پوستر رسمی فیلم هم اسم گلشیفته در مقام 4م فهرست بازیگرا و به عنوان اولین زن فیلم اومده بود. خب این فیلم از طرف کمپانی برادران وارنر پخش شد و گلی در کنار خیلی از بازیگران مثل دیکاپریو، راسل کرو و مارک استرانگ نقش آفرینی کرده بودش. بعد از تمام این کشمکش‌ها بالاخره خبر اومد که گلشیفته فراهانی از ایران برای همیشه خارج شد و رفت. متاسفانه البته که گلشیفته توی یکی از مصاحبه‌اش توی همین چند وقت اخیر برمیگرده میگه که خودشون گفتن برو اصلا نمونی اینجا. نمیدونم. دربی دراگونز به کارگردانی رولند جافه، دزدان دریایی کارائیب، خورشت آلو با مرغ اگه اشتباه نکنم اسمش به فارسی همین میشه، از مرجان ساتراپی و ونسان پارونو، مجموعه تلویزیونی هجوم، برنامه VTC فرانسه، فیلم استخراج و فیلم برادر خواهر که اثر آرنو دپلشن، از کارهای دیگه گلشیفته توی خارج از کشورن.
توی وبسایت IMDb تو سال 2020 یه فهرستی از محبوب ترین ستاره های نوظهور سینمای جهان منتشر شد که گلی نفر 8م لیست بود. اما چیزی که از گلشیفته خیلی سر و صدا کرد ماجرای عکسای برهنه شدنش بود که توی مجله‌ای به اسم نامفیگا اگه اشتباه نکنم توی فرانسه منتشر شد که توی 48 ساعت اول 40 میلیون بار در واقع این عکس‌ها دیده شد. البته گلشیفته در این مورد گفته که قصدش تحریک کردن کسی نبوده و حالا که توی فرانسه کار میکنه باید خودش رو با فرهنگ اونجا جلو ببره و کار کنه. گلشیفته بعد از درخشش‌های پی در پی خودش توی فیلم‌ها به داوری جشنواره‌های بین‌المللی زیادی مثل اسکار، لوکارنو و جشنواره بین‌المللی فیلم مراکش دعوت شده و خب همکاری هم کرده و هنوزم میکنه. جوایز و افتخارات این دخترم تمومی ندارن. گلی برای بازی توی فیلم سنگ صبور هم نامزد جایزه امیدبخش‌ترین بازیگر زن توی جشنواره سزار شد. از فیلم‌های دیگه گلشیفته که توی خارج از ایران توشون بازی کرده میشه به اگر بمیری میکشمه، درست شبیه یه زن، سرزمین شیرین فلفلی من، دختران آفتاب، بهشت، دو دوست، گلاب، به خانت برو و خیلی از فیلم‌های دیگه اشاره کردش که خب انقدر لیستش بلند بالایه که نمیتونم همه رو اینجا بهتون بگم. بازیگر محبوبش هم جانی دپه که خیلی باحاله که توی یکی از فیلم‌ها یعنی همون دوزان دریای کارایی با هم همبازی بودن و توی یکی از مصاحبه‌اش هم گفته اگر میتونست جای یکی از بازیگرای مرد باشه خیلی دوست داشته که جای دیکاپریو باشه که با دیکاپریو هم همبازی شده. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه بودید. دم همتون گرم. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگر بیوگرافی هر شخص دیگه ای رو که خواستید یا میشناختید که مثلا دوست داشتید بیوگرافیش ساخته بشه حتما برامون کامنت کنید تا ما ویدیوشو بسازیم. دم همتون گرم. لایک یادتون نره نله چیه یادتون نره. سابسکرایب هم یادتون نره و اینکه حمایتمون کنید دیگه. همین چیزی نداشتم. خیلی با هیجان شروع کردم آخرش اینجوری شد. خیلی مخلصم. خدا نگهدار.